با مناسبت روز ملیسیای توجیک در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرینو چاره‌بینی تانتناوی ایدانه برگزار گردید که در آن کارمندان ساختارهای حفظ حقوق، سابقه‌داران و نمایندگان بخش‌های گوناگون دولتی اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی برآمدکنندگان قید کردند که با دستگیری‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شرایط خدمت برای کارمندان مقامات کارهای داخلی در سرتاسر مملکت بهتر شده. طی سال‌های صاحب استقلالی مقامات کارهای داخلی به یک نهاد با اعتماد پرقوت کفیل امنیت داخلی کشور مبدل گردیده است. امروز کارمندان مقامات کارهای داخلی که وظیفه حفظ ترتیبات جمعیتی و امنیت جامعه، تحکیم ولایت قانون، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان، حمایت منفعت‌های قانونی مؤسسات و تشکیلات‌ها و مبارزه با جنایتکاری به عهده آنها واگذار شده است، در ساختار مقامات حفظ حقوق تاجیکستان یکی از مقام‌های اول را دارا میباشد. هیئت شخصی و کارمندان این مقامات همچون حامیان با اعتماد دولت و جامعه از بسیار امتحان و آزمایش‌های سخت و سنگین در سال‌های اول صاحب استقلالی کشور با متانت و شجاعت و دلیری و مردانگی گذشته‌اند. مورد به ذکر است که جهت در سطح بین‌المللی به راه ماندن فعالیت کارمندان میلیسیای توجیک و هرچی بیشتر و نزدیکتر نمودن رابطه آنها با جامعه، برنامه‌های مکمل دولتی مورد عمل قرار داده شده است. این است که در راه بلند برداشتن انفراستراکچور مقامات کارهای داخلی، سطح کسبیت و معرفت حقوقی کارمندان میلیسیا، کارهای نظررس روی دست گرفته شده دوره به دوره عملی گردانیده می شود. خدمت‌های صادقانه اهل کارمندان مقامات کارهای داخلی ناحیه شهرینو از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی با نشان و سپاسنامه و افتخارنامه‌ها قدردانی گردید. در فرجام برنامه فرهنگی عبارت از سرودهای وطن دوستانه و افتخار ملی که از جانب صنعتکاران و هنرمندان آماده گردیده بود، پیشنهاد حاضرین کرده شد.